дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ба муносибати рӯзи модар бо иқдоми муассисаи давлатии кохи фарҳанги шаҳри Панҷакен озмуни гулдухтари моҳир баргузор гардид. آزمون شهری گلدختران ماهی را کشاده گفته اعلان نموده با کمال احترام سخن به معاون رئیس شهر پنجکن محترم نقیبی پروینه. مرحبا.
اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سراسم پنجکنتی بوستانی را گهواره تمدن تاجیکان نامیدند. فرهنگ یکی از رکنهای دولت و دولتداری بوده. ترغیب و تشویق آن عامل مهمی رشد و نمای ملت است. باعث افتخار و سرفرازی است که در پرده و دستور و هدایت‌ها و راهنمایی‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهتی روی آوردن به علم و دانش، هنر و هنرمندی، بلند برداشتن موقع زن در جامعه، رشد قابلیت ایجادی و هنری نورسان و جوانان، مستحکم نمودن مناسبت‌های عائلوی بارز به نظر می‌رسد. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن بخشیده به تجدید رئیس مادر آزمون شهری تحت عنوان گلدختران ماهر برگزار شده ایستاده است. باید اظهار نماید که نقش دختران و بانوان پنجکنت باستانی در رشد اقتصادی و اجتماعی از جمله ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، تربیت اخلاقی اهل جامعه، احیای هنرهای خلقی، کارهای آبادانی و سازندگی خیلی کلان است. از زمانهای قدیم تا به امروز رسالت هر یک زن مادر پیش از همه تربیت فرزند است. یعنی نسلی که با یک جهان افتخار بزرگ آینده تاجیکستان می‌نماییم و محض با مهر مادر همه آرزوی و هوس‌های شیرین فرزند گل می‌کند. هیچ کس و هیچ چیز انسان را در جهان پرتضاد زندگی و مثل مادر برای راست هدایت کرده نمی‌تواند. در جامعه که زن مقام سازندگی و زندگی شایسته و سالم دارد، آن کشور در رشد و ترقی است. واقعاً زن آینه ملت است و نبض امروزه زمان تقاضای آن را دارد که زنان و مادران از کاشانه سبز قلب‌ها به همه گیرمان زندگی نگاهی تازه داشته در اعمار جامعه نوین نقش سازنده خویش را گذارند. تربیت فرزند را در روحیه وطن دوستی، میهن پرستی، انسان دوستی، احترام به ارزش‌های ملی و عمومی بشری از وظیفه‌های اولین درجه مادران به شمار می‌رود که در قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند مشخص نشان داده شده است. حاضرین ارجمند، باوری داریم که به خاطر از دست ندادن سابقه تاریخی، دور نماندن از اصل و اصالت خویش، نورسان و جوانان جابجا آوردن احترام به ارزش‌های ملی و دولتی با آیین و سنت‌های نیاگون توجه خاصه ظاهر کرده در روحیه گرامی داشته استقلال دولتی و ارزش‌های ملی و دولتی به کمال می‌رسند و همیشه در راه آموزش علم و دانش ثابت قدم می‌گذارانند. در آخر با بهترین تمنیات به همه شما حاضران ارجمند و اشتراکچیان آزمون شهری گلدختران ماهر اقبال بلند و کامیابی های بی‌نظیر را تمنا دارم. نگفته نماند که سرپرست این چاره‌بینی رخش تاکسی یعنی چهارتسه جیره مفتون هم اشتراک دارم و سرپرست می باشم و همیشه در چاره‌بینی ها دولتی شهر پنجکن را میرسونیم. سلامت و سربلند باشید. مقصد و مرام این آزمون را راوی این برنامه کارمند بخش فرهنگ مغفرت رجبووا از جمله چنین شرح داد. همکاران عزیز، حاضرین گرامی، اشتراکچیان آزمون شهری گلدختران ماهر، حضور نیک اختر شما را در این بارگاه علم و هنر صمیمانه خیر مقدم میگوییم. مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ شهر پنجکن تصمیم گرفت که با مقصد بلند برداشتن موقع زن در جامعه، دوست داشتن و احترام مادر، تکمیل تعلیم و تربیت جوانان، ترغیب دختران با هنر و هنرمندی، پیشگیری نمودن برهمخوری عائله‌های جوان،
تربیت نمودن جوانان در روحیه وطندوستی آزمون شهری گلدختران ماهی را تشکیل و برگزار نماید. آزمون شهری گلدختران ماهر با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و همکاری با شعبه کار با زنان، بخش فرهنگ، بخش جوانان و ورزش، مؤسسه های عالی و کسبی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین، کالج های آموزگاری و طبی شهر برگزار می گردد. همچنین سرپرست آزمون مذکور یکی از شرکت های فعال و با نفوذ شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکین می باشد. آزمون شهری گلدختران ماهر در عرفه جشن زیبایی نفاست روز مادر بخشیده شده. غالبان آزمون در چاره‌بینی های فرهنگی و فراغتی روز مادر هنرنمایی خواهند کرد. آزمون امروزه از روی 7 شرط برگزار می گردد. شرط اول آزمون سرود الله تا 5 دقیقه. شرط دوم صحنه‌چه تربیوی، موضوعها مقام مادر و احترام او، مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند، عاقبت‌های عائله‌دارشوی خویش و تباری، تنظیم جشن و مراسم، بازداشت جوانان از شامل شدن به حرکت‌های تندرو و غیره تا 10 دقیقه، رقص یکه تا 3 دقیقه، نمایش سر و لباس ملی، اشتراکچیان از 8 تا 10 نفر 10 دقیقه، آرایش گلدختران یا عروسان، آرایش موی و روی، جواهرات گوشوار دستانه، انگشترین های وطنی تا 7 دقیقه، سوال و جواب آید حالت های گوناگون زندگی وضع عائلوی. حالا شما را با هیئت حکمان آزمون آشنا می‌سازیم. نقیبی پروینه، معاون رئیس شهر پنجکین، رئیس حکمان. بابایف دادا، دیرکتور مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ، معاون رئیس حکمان. اسرافیل زاده نظیره، متخصص پیشبر مؤسسه دولتی مکتب احیا و رشد هنرهای مردمی، عضو حکمان. شادی و انبجان، مدیر شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، عضو حکمان. حسینوف اولوغبک، مدیر بخش جوانان و ورزش شهر پنجکین، عضو حکمان. خدایار و نوری، سرور پایگاه باستانشناسی سرز پنجکین، عضو حکمان. و ادریس و زرینه، استاد رقص، عضو حکمان. ای وطن، ای کشور آزاده ام، من زی مادر بهر حفظت زاده ام. تو که باشم همدم و همراز تو، گشته ام مادر وطن دمساز تو. همینطور اشتراکچیان آزمون گلدختر ماهر از روی 7 شرط مقرر گردیده مهارت خویش را نشان دادند. حالا میگذاریم به شرط اولی آزمون سرود الله در اجرای دانشجوی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین، گلنگار خوجنبردی زاده. Beton. Assalam. شما نظمی؟ همینجا هم. Beton درویتون. Beton بابا بزرگتون. Beton شنتون. Beton شنتون. همینجا کشیده دویزی کراسه بودم. نقشای دادگم اجرا کردتان می؟ تک شایتان بینم کنی؟ ها نغز این بهترم میشه، این زیباترم دختر میشه. کلی؟ ای کلی؟
حالیم جان گیره کرا سنبه خدا عمره که آلیم جان را دراز کند. اوه
шарти аввали озмунро иҷро мекунад донишҷӯ духтари коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент Абдуллозода Шаҳноза. шарти аввали озмунро иҷро менамояд донишҷӯ духтари коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент Нуриллоева Дилафрӯз. ҷони модар гирья накун, ман омадам, мана модар шавад آمدم نگویم جگر بندم خوابت برد نگویم جگر بندم خوابت برد توی افسانه فرزندم
در چشم من شکفته چون شاخ گل علیا نهال تو زپیوندم خوابت برد اهلا نهال تو زپیوندم خوابت برد اهلا در چشم من شکفته چون شاخ گل علیا ای طفلکی شکر خندم خوابت برد اهلا ای طفلکی شکر خندم خوابت برد اهلا کلان شوی روان شوی سیری جهان علیا ای طفلکی زفر ماندم خوابت برد اهلا دل با دلی تو می بندم خوابت برد اهلا فردا شوی دانای من فخر وطن اهلا توی باور توی بختم خوابت برد اهلا ҳоло мегузарем ба шарти дуюми осмон саҳначаи тарбиявӣ дар иҷрои донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент. چی؟ نفت چند پول؟ اوهو زورگو رفیقانم؟ نه آنها در مهاجرت ها من اویله دارم صاحب 2 فرزند کسبم استای تعمیرگر هستم عکسمون را به سایت میپرتایم خیر مایلش باز در علاقه میشویم رستم جان تینجمی بچه سلامتی خوب است؟ از کار امروز در وقت آمدی؟ تینجی باشد؟ تینجی باشد بسیار سباقتی تینجی
رستم جان بچه‌م با تو چی شد؟ و چرا اینقدر عصبانی هستی؟ همین سحر هم با کلی با آوازی بلند بحث میکردی. سبب بحثتون چی بود؟ حلیمه جان دختری نفس با وجودی در دانشکده خواندنش تمام کارهای خانه رو هم از عهده‌اش میبراید. ای آچا کلین از ما اینقدر تعریف کرده یرکه نکنید. زن یرکه کنید از خود میرود. و بچه‌م السلام علیکم مادر جان. رستم جان شما نظمی امروز میبخشید خیلی گیر کردم در دانشکده با کارمندانی امنیت در موضوع تروریسم و اکستریمیسم یک واقعی شده. حاضرکت من خلاف اسکلروزی رو تیار میکنم. هیچ کت نه دخترم. بهتر من با شما میروم. الو طالب جان جوره جان تو نظمی معلم شدم گفته اینقدر به کار چسبیدی؟ چی؟ المپیاده؟ آزمون؟ بیا مان اینقدر سال باز کار میکنی و در تک پاید یک ماشینچه هم نداری باز گپ میزنی ها؟ همین پول معلمی هم پول شد می. من را بین 4 سال شب روز کار کردم به زور یک خانه راست کردم باز چقدر پول لازم که بود شود. خیر تو یک به خانه بیا مصلحت میکنیم خرسند میشوی. ای حلیمه اینها رامان به اینجاشین و تو یک گپی مهم دارم. حلیمه میخوای تو را تلاپوش کنم و تو یک گپ را میگویم حالا به هیچ کس نگوی. ما عائلوی به خارجه میرویم. دوستم که در اینترنت با وی گپ میزنم با ما جای کاری نغز وعده کرد. خورد و خوراک بی پول، جای خواب بی پول، راه پولی را هم میفرستد. انا بعد میبینی که زندگی ما خوب میشود. زندگی افسانوی ما آغاز میشود. رستم جان مهاجرت عائلوی یا توبه. رستم جان من طلا شدن نمیخواهم. طلای من شما و فرزندانم. چی ها میگویید؟ توبه کردم به شما چی شد؟ ای برازدم دیوال کفید. من در چه خیالو؟ این زنک در چه خیال؟ دنیا بی خبر سفسته میخوانده؟ رستم جان چرا به گپ شخصی بیگانه باور میکنید؟ در کدام اساس؟ من نمیفهمم. آخر پیش میگفتید که کم رو دهد و غم را نه. استاقیتون هم خوب. خدمت پدر و وطن و مادر از همه بالا میایستد میگفتید. و شما چی شده است؟ توبه امارت هم کردید. آهسته آهسته آخر خوب میشود همش. طالب بیا. السلام علیکم. طالب جان بیا دوستم. و علیکم سلام. خودت نه؟ کارها نه؟ کارهایت اینج بیا به خانه گذار. مصر زرخان چای گرم بیا. احوالت خوب است دوستم؟ تینجا است دعوت نمودی؟ نه رحمت خودت نظمی؟ ها شکرانه خدا ناز رحمت دوستم. میدانی با تو یک چیز را گفتم میخواهم. ما عائلوی به خارجه میرویم. جای کاری نغز خورد و خوراک بی پول راه پولی را هم میفرستد. دوستم که در اینترنت با وی شناس شدم این پیشنهادها را به من کرد. فکر نغز بیا تو هم تا کی در اینجا با پول زار شده زندگیمون را به عذاب میگذرانیم. همه روزگارمون از روی حساب و کتاب میگذرد. چی؟ تو چی گفته ایستاده ای دوستم؟ کسب من معلمی را طعنه میزنی و من از کسب خودم افتخار میکنم. معلم بود که با تو سخن گفتن را آموزانی. تو سفسطه کدام یک کسی بیگانه را باور کرده و اینقدر بیخود شده ای و من تو را یک انسانی با عقل میگفتم که دوستان با تو چی شد؟
آن دوست اینترنتی تو را به حیات افسانوی نه، تو را به طرف مرگ میبرد دوستان. و تو یک استاد ماهر طلبگارانت بی‌حساب شکرانه وطن کن که خاک وطن از تخت سلیمان هم بهتر گفتند. صاحب دولت و سعادت میشوم گفته از نان بیملال و خوابی براحتت نمانی. اوف، باز اینش برا تربیه کرد. همه جا نصیحت. دوستان خوب فکر کن، من میروم درس دارم، با پدر و مادرت مرا رسان. من از تو این خیلی امید نداشتم. الو، گفتم کو کوشش میکنم. پول؟ نه حالا لازم نیست. خیر، باز در علاقه میشویم. مادر جان، مادر جان، یک چیزی رو به شما نگفته نمیتوانم. کلین جان گوید میشنوم. مادر جان، وقتهای آخر خیلی رستم جان عصبانی هستند. با فرزندانشون حتی صحبت نمیکنند. رستم جان؟ بله مادر جان. باز میدونی چی؟ اون کس در تلفن دورمدراز با کسی صحبت میکنند. من حیران یکم بار اون کس رو این طور میفهمم میبینم. نمیدونم چیکار کنم مادر جان. ها راست کلین جان، من هم همین چیز را مشاهده کردم. لاید شده باشدم؟ نمیدونم مادر جان. باز میدانید امروز در دانشکده در موضوع تروریسم و اکستریمیسم و افراطگرایان صحبت‌های خیلی عجایب شد. آنها میگویند که افراطگرایان جوانان گمراه را به گرداب مرگ تیله میدادند با وعده‌های بردروغشان. ها کلین جان، راست میگویی. من هم در مقاله و مجله ها خوانده بودم که این خدا بخبران جوانای مایا سراشون ویران میکردیم. هزاران لعنت خواندم. استان جان، من میترسم که از استان جان به یگان خطاگار راه ندهند مادر جان. گفتم کو حرکت میکنم. من حاضر گپ زدن میتوانم. باز در علاقه میشویم. رستم جان، اینجا بیا بچه. اینجا شین. یک آچای بچه صحبت کنه. همین تلفن هم سر آدم گرنگ میکنه ده. او پیش نغز بودی، با فرزندکانت بازی میکردی، با ما کم کم باشد هم چق میکردی. او با تو چی شد؟ ای آچه، باز نصیحت را سر کردی ده. من کودک نیکو، من شخص کلام خودم میدانم چیکار میکنم. مادر جان، استام جان، این چی کاری کردگیتان بود؟ با مادر مگر چنین رفتار میکنم؟ بار اول من این رفتارتان را میبینم. ای بس کن، باز تو سر کرده؟ مرا مجبور میکنید که از بحر احمدان گذشته کنم و دروم و میدانم با کجا روم. استام جان آرام شوید، من شما را میفهمم. آرام شوید جانکم. حاضر باشد تیز کک رفته از مادر جان عذر پرسید. و میدونید چی؟ من امروز از دانشکده یک فیلم آوردم با نام حیات افسانوی ها. گفتید که شما که حیات افسانوی، انا در آنجا میبینیم که حیات افسانوی چی بوده است. آرام شوید رستم جان، خیزید از جایتان. رفتیم. عصبانی نشوید، همش خوب میشود، همش ناز میشود. فیلم مذکور خیانت نام داشته درباره خیانتکاران وطن و گمراهی جوانانی که در حیات سرگم زده اند نقل میکند. رستم بعد دیدن فیلم از رفتاری کرده‌اش پشیمان می شود. عقل و ذکاوت و محبت حلیمه توانست که رستم را از راه خطا گرداند. مادر جان،
من خطاگی خودم را فهمیدم و از شما عذر میپرسم. مرا ببخشید. رستم جان، مادران همه وقت فرزندانشان را میبخشند، اما خیانت را هیچگاه نه. خیانت به وطن، این خیانت به مادر است. فرزندانم، به قدر این آبادی برسید. چه خوش است که امروز ما زیر آسمانی صاف زندگی داریم و زیر سروری پرزیدنت محترم ما، پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان خوش و خرسندانه زندگی میکنیم. ما باید به قدر این نعمت برسیم، چون که نه به همه دولت ها این نعمت ها عطا کرده شدند. نیست با تروریسم، نیست با اکستریمیسم، نیست با افراطگرایان. زنده تاجیکستان! وطن تو سر نوشتم، توی باغ و بهشتم. وطن دل پارم را برای تو نوشتم. وطن تو سر نوشتم، توی باغ و بهشتم. وطن دل پارم را برای تو نوشتم. عجب تو نازنینی که زیبا سرزمینی، تمنا میکنم و خزانه را نبینی. عجب تو نازنینی که زیبا سرزمینی، تمنا میکنم و خزانه را نبینی. وطن دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک سزاوار ببینم. وطن دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک سزاوار ببینم. در دل من جای تو داری چی بسه، دارم حواسه بر تو حواسه. دورت بر تو روی رم خور و بسه، به هم نفسه به هم نفسه. عجب تو زمینی که زیبا سرزمینی، تمنا میکنم و خزانه را نبینی. وطن دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک سزاوار ببینم. وطن دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک سزاوار ببینم. آسوده منم از همه آسودگی ها، آسوده بیمان، آسوده بیمان. بر خاکی وطن الهی آسوده بیمان، آسوده بیمان، بیهوده بیمان. وطن تو سر نوشتم، توی باغ و بهشتم. وطن پارم را برای تو نوشتم. وطن دشمنت را همه خار ببینم، تو را تا بر فلک
صحنه‌چه تربیوی در اجرای دانشجویان کالج طبی شهر پنجکент. بعد از جنگ شهروندی در تاجیکستان زمانی قحطی و گرسنگی آمده بود که مردم برای یافتن پاره نان خیلی محنت زیاد می‌کردند. بعضی ها نیز در خانه‌های خود پاره نان برای خوردن نداشتند. در یک دهه خردکک زنی تنهای با دو دختر نورس خود زندگی می‌کرد. مادر با هنرهای دستیش زندگیش را پیش می‌برد و هر روز برای یافتن پاره نان خیلی محنت زیاد می‌کرد. روزی مادر پاره متاعی را گرفته به هنر دوزندگیش مشغول بود. فرحناز، امروز عید مادران است و من به مادرم هدیه خریدم. اگر تو هم خریده باشی بیا یک جای رفته مادرمان را تبریک کنیم تا که او خرسند شود. هدیه‌اش چی؟ من برای او یگان خیل هدیه نمیخرم. فهمیدی پولی هدیه خری هم ندارم. اگر خواهی خودت رفته او را تبریک کردن گیر. من کار دارم، بدتر به خانه میروم. خیر خودت میدانی. سلام آچه جان. شما. وعلیکم السلام دخترم. خوش آمدید. شما نظم در جان. آمدیتان خوب است. من شما را با عید مادران تبریک میگویم. دختر جان لازم نبود. در خانه یگان چیز هست خورم از گرسنگی مرده ایستادم. نه دختر جانم، امروز مغازه همه جا تعطیل بودن، نتوانستم یگان خوراکواری گیرم. بیا همراه با خواهرت چای خوریم. چای در خانه ما هر روز چای. در دلم زد فهمیده شما مادر شدن ما دو فرزندتان را. خیلی پگاه خوراک میپسم دختر جانم. من از خانه همسایه رفتن آمیدم. نه فرحناز ایستا. تو ایستا نصیحتگری دیگر؟ ایستا گفتن؟ باز چی میخواهی؟ به من یک تا نان ده؟ نان تا نمیدیم، هر روز برای نانگیری به خانه ما میایی. یک تا نان ده گفتم میارم همش رو. هر روز نان میگویی میایی نمیدیم. میدیم گفتم میدیم. خاطر است از مادرم پرسم. مادر باز همان دختر همسایه برای نانگیری آمده است. واه مادر زالی این اومد. تو اینجا ایست حاضر ما میایم. نشان میدیم. اینجا خانه پدرت است که هر روز نان طلبی میایی ها؟ خانه من برای تو جنگلی نان است که هر روز نان طلبی میایی. مادری تو شکمی دو صغیره اش را سیر کردن نمیتواند. اینجا بیا از من به مادری تو نشان میدیم. رابه دخترم تینجیمی چی گپ شد دختر جان؟ ها بیوی شو؟ همسایه جان تینجا. همسایه جان آرام شده تینجا. همسایه جان دیگر این کارش را نمیکنم. تو نمیتوانی شکمی دو یک بار بخشد همسایه جان را. این گیره های تو یکان چیز را ایبست نمیکنم. همسایه جان صغیره هایت را تربیت کن. دخترم یاد گیرن همیشه اینها را باب کردن در کارهای همیشگی فرحناز. این فرحناز فقط مرا در نزد همسایه شرمنده کردنی است. نزدیک نشود مادر جان. همسایه؟ همسایه در همین جا هستی؟ همسایه جان؟ با تو چی شد؟ چرا گریه کرده ایستاده ای؟ نه هیچ چیز نه همسایه جان. پس چرا گریه کرده ایستاده ای؟ باز فرحناز هم دادن؟ نه فرزندانم در اینجا عیب نداره همسایه جان. این عیبی من است که نتوانستم هم فرزندانم را خورانده پیشانم. با آنها یگان کار کردن نتوانستم همسایه جان. من گناهگار در اینجا همسایه جان. من چه حسن هستم؟ نه اصلا کندم این رو بگیر. رحمت همسایه جان. ایراده جان بیا این نان رو از دست من گیر. خواهر جان. و علیکم سلام دخترم. ایدتان تبریک خواهر جان. رحمت دخترم ایدتان تبریک. نان رو ببر بخورم. همسایه جان با تو چی شد آخر؟ تو چرا اینقدر گریه کرده ایستاده؟ چرا آزاد بجاست؟ کنی بگو؟ نه همسایه جان فقط میخواهم که همین دو سامان اقلا یابم هم برای فرزندانم یگان چیز خورانده پیشانم. جستجوی کار هم رفتم کار نیافتم همسایه جان. همسایه جان منم همین در کوچه فهمیدم و گفتم که یک بار همین همسایه خبر گیرم. میدونی که در حولیم کم در زمینی کارم دارم همون گفتم که کشت کنم و حاصلش بازار ببرم و فروشم.
و چخه که میدونی ما یک زنی تنها اوهتی کاری زمین نمیبرم. بله میتونم. گفتم که همین همسایه‌ام شاید ما شریک شود و از همین حساب معاشتی هم میتیم زندگیت هم پیش میره. چی فکر داری همسایه جان؟ راستش منم در جستجوی کار بودم. میلش من راضی همسایه جان. اینطور باشد خیلی خوب شد که راضی شدی. رحمت همسایه جان. همسایه جان. میلش رحمت همسایه جان. نظما. باز بیا میلش رحمت. همین طور از بین 10 سال گذشت. مادر پیر گشت و از کار کردن‌های زیادی از پایه‌هایش محروم گشت و این چنین به بیماری دل گرفتار گشت. این پیری نمیماند یا همسایه همسایه جان خوش آمدی. بیا همسایه جان تو ناز هستی؟ نه رحمت کم نمان نمایی. همین جاها گشتیم همسایه جان. تو خدا بیاشی نه رحمت بیا گذر ابالا همسایه جان. مایلش همسایه جان تو گذر. مایلش همینجا میشنم. همسایه جان خیلی چی نبیگری و ناز گشتی. در خونه نشسته بودم که میدونی که اون در یک گازیته آبونه شده که بودم. همون گازیته این نویگری هادیه این با نویگری یک ماهی همین آخره. گفتم که برای همسایه بیکار بوده که اسکتش میخوام. خوب کردی نفس کردی همسایه جان گیر خون کنی. نویگری های بین. تو خون من اینقدر چشمم ناز نمیگذارد همسایه جان. همسایه نبین چه شهرمان هر روز نویگری های نو شده ایستاده است. هر روز آبادی شده ایستاده است. رئیس شهرمان به رحمت به ما مردم از آن کس راضی خدا هم از آن کس راضی شود. هر روز یک نوگانی کرده ایستادن شهرمان روز به روز آباد شده ایستاده است. و همسایه جان چی گفتی همسایه جان؟ این چی خبره کی؟ این بین خبره در سوریه یک تشکیلات بوده است که از تاجیکستان هم به شامل شده ایستاده بودند. همسایه جان ببین نام فامیلشان هم در اینجا برآمده است. ای خدا این چه خیلی آدم نام شهر خودمان در اینجا نوشته که پنجاکیتی خودمان. ای خدا جان بیا خونه داماد بیا همسایه جان. ببین نامود نسبشان هم در اینجا نوشته که تیمیرف دلشاد. این همان بچه که در کجای پایانی خودم محله خودمان هم نامش هست. این هم پسری همون یک تا همسایه‌مان هست گوی یک دادش آدمی با آبرو همسایه جان. این جوان ها چرا این خیلی میکنن آبروی تاجیکستان دمامش خانکنین کی با باشه؟ ستارزاده یاسومن نظامی. بای خدا این دوگانی فرهناز نمی دوگانه جان. بای خدا جان جو زمان سیاه شد همسایه جان. نخواد اما خیلی خداوانی که شرمندگی نخواد که جوانی خدا همسایه جان. و پدر و مادرش یک آدمی با آبرو همسایه جان. ای خدا جونه کنی با خواندم آمشه کنی کیشتی رو کردن این هم دگانی همون فرهناز کو خدا همسایه جان وای شرمندگی روزم و سیاه شد همسایه جان کنی دمامش خان کنی با کیشتی رو کردست دقیقه کار رو همسایه جان. همسایه جان من در خانه کار داشتم. آگه دمامش خان نکن کی باشد اینجا بیانه که من خانم همسایه جان. همسایه تو نخوان همسایه بیا نخوان. وای قربان زاده فرهناز وای داد همسایه جان روزم سیاه شد. فرهناز اخیر کاری خودش رو کرد روزم سیاه شد همسایه جان. وای نه همسایه با تو چی شد؟ خودت رو به دست کرد همسایه؟ با تو چی شد؟ خاله جان نمیدونم. خاله جان با مادرم الله بیمارخانه مرکزی زود به محله نوباد یک تا یاری تجلی فرستاند. احوال مادر بد شده زود فقط زودتر. مادر جان بیتون همسایه جان با تو چی شد؟ خاله جان با او چی شد؟ دکتر مادرم رو بگی که با او چی شده است؟ نمیدونم آمدم همین حال است. دکتر با مادرم چی شده است؟ دکتر آخر یکان گفت زن پیچیدن دکتری. دکتر چی شده است؟ نه همین طور صحنه ما با مرگ مادر و پشیمانی فرزندش به اتمام میرسد. صحنه
тарбиявӣ бо номи писари бадгӯҳар дар иҷрои донишҷӯёни коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент тақдим мегардад. Ochajon, xalqon rozi shaved ocha. Psaram, gapamro go'sh kun. Mon nedakun rafti aravam ocha. Hamma do'ston raftan ku ochajon, hamma ra. Do'stona chikor dori bachajon, biyo gapamro go'sh kun. Ochajon, oxe, ana bine. Pisari hamsoya ro bine. Atoy kard ku. O chikor dori bachajon. O shohrata pisarash chi hamsinfi man ku ochajon. Akun rozi shaved ochajon. Biyo mon, Rossiya rafta chikor mekuni. Hozir davlatamon bin bachajon. قانون و چی برو بلا تنظیم ازیم چی میگه بیا ما به بلا گردیم بچه بیا بجای همون روسیه رفتن بیا عسکری رفت من جراحات بین یک تا دو تش روسیه با گریخته گشت از چند سال بیا گپم رو بچه جان یک سالک روسیه میرم میبیام خدا خواهد همهش نق میشه انا شهرت پسرش بینه تنظیم میگوید چی خیل توی کلام کرد کاره چی بچه بیا گپی همین مادرت را گوش کن اوچه جان التماس اوچه جان روزی شوید اوچه جان خودم اوچه جان خودم روزی شوید همین بچگی ها نماندی با تپ تیار شده پیش من برآمدیم خیلی مایلی یک دعا میتیم خدایا خداوندا صحت را سلامت برگرد راحت سفید خدای مهربان تو را در پناهش نگاه دارد آمین بچه جامعه دامادیت قریب بود کرده بودم ولی گفتی روسیه میرم نصیب باشد اوچه جان از همین روسیه آمدم همش نقل میشد خود را زیغ نکنم مایلی بیا تو را گسیل میکنم خودت را احتیاط کن بچه مایلی خبر گرفته است با تلفن کن مایلش اوچه جان از بین یک ماه گذشت بچه جانم کامیاب جان یک ماه شد از روسیه رفتنت انا بین جامعت را هم قریب بود کردم کمی دیگرش مانده است در همین آفتاب بهاری همین را هم دوزم تو کی برگردی و این جامعه را من در تن تو بینم تا آرمانهای دلم را شکنانم پسرم بیا یک دم نشسته همین را همین جا دوزم این جایش مانده بود السلام خاله جان و علیکم السلام بیا دخترم بیا ها تینجی بیا گذر ها خاله جان چند روز باز شما را خبر نگرفتم سلامتی که تو ناز خاله جان من ناز شکری خدا ناز ازیق شدمی بیا من یک کارهای من که هیچ تمامی نداره دخترم همین بزیق شدمی تو خاله جان حالا هم به دخت و دوست مشغوله ده دختر جان جامعه کامیاب جانم را تمام کردم کم ترک دیگر مانده است همین را هم به آخر رسانم خاله جان خیلی خوش شده است خدا بستی پسرم به میزه بده نصیب کند خاله جان خدا خواهد پسرم که از روسیه برگشت انا این جامعه را میپوشانم در توی هر دیتان دختر جان من کاره خانه رو بینم مالی برکه یابی دخترش بینم بیبی جان میدانی چی؟ اکای کامیابم را در تلویزیون دیدم کامیاب جانی من تلویزیون به نشان داد می چی گفت؟ ایستا کنی خوشروتر فهمم من بر کنی دیروز در تلویزیون نشان دادم و بیار شود این تلویزیون ما چند روز بود کار نمیکنن ندیدم چی گپ شده است پسری قهرمانی من انی غیگان قهرمانی کرده که به تلویزیون به نشان داده پسر جانی من دستاشون بسته بود چی؟ دستاش بسته گفت همسایه بچی میگود نه چی گفت دستان بسته میگود اخشره کرد فهمانید چی میگود دستان بسته میگود همسایه جان چی گفت شد اخشره دار در تلویزیون نشان داد و مدتی حبس کردن بچه‌م ترمه شده است می خدایا این چی گفت خدا جان بچه‌م ترمه شده است میگو خدا جان بچه‌م ترمه شده است بچه‌م خدایا مردم به دادم رسید از بین 2 سال گذشت کامیاب پیش از مهلت از محبس آزاد شد و به وطن به نزد عائله‌اش برگشت اوچه جان من آمدم اوچه جانم در کجا باشند اوچه پسرت آمد و پیشواز پسرت برو شاید در خانه همسایه باشد
اما که شهرت مادرم به خانه شما نآمدند. ها به فکرم مادرم در باغ کار میکند. یک باغ رو خبر گیرم چی؟ سلام بابا جان. و علیکم السلام. ها کامیاب آمدی؟ ها بابا جان آمدم. من همین درخت‌ها رو آب ماندنی آماده بودم. ها رحمت بابا جان، ولی مادر جانی من در کجا هستند که؟ پسرم، مادرت با مخمص افتیدن تو را فهمیده آب نوارده از دنیا گذشت. چی؟ نه مرد شو پسرم، مرد شو. نه مادرت دم مرگ وصیت کرده بود که هر وقتی که من برگشت پسرم برگشت همین جامعه را به او پیشانید. خیز پسرم، تقدیر همین بوده است. من چی خیلی این درد و غم رو طاقت میکنم. آخر از جامعه دوخته مادرم هنوز بوی دستان او میآید. این چی کاری کرده من بود؟ امک جان، مادرم را در کجا به خاک سپاریده؟ مادرت را پسرم در سر دیه به خاک سپرده. مادرت یک وصیت دیگر هم کرده بود که هر وقت که من از دنیا گذشتم از همه اولین شده برای گویرانید که از همه اولین شده آمدن پسرم را بینم. من این مزار مادرت است. مادر جان. خیر، من تو را با مادرت تنها میگذارم. مادر جان خیز، جگر بندت آمده است. مادر خیز، جگر بندت را پیش بازگیر. آرچه جان، این چی بلایی بود که من بر سری تو آوردم. مادر میدانی جامعه دوخته تو برخد من میزبد. مادر جان التجا می نمایم از جایت خیر. من هم برای تو هدیه آوردم. مادر خیز هدیه مرا ببر کن. ای وای خدا، التجا می نمایم همش دروغ باشد. مادر جان خیز، این همه بار غم و اندوه را از کتفان من بردار. مادر التجا می نمایم خیز، من سخت پشیمانم. ای کاش به سخنان تو گوش میکردم و این همه بلا به سر من نمی آمد. مادر التجا می نمایم مادر جان خیز، من سخت پشیمانم. جوانان محترم، از شما نیز خواهش می نمایم که از نصیحت مادران هیچگاه سرپیچی نکنید. جنت که رضای مادران است. در زیر کدوم مادران؟
رقص مفزونت با چشمان پرافزونت ستاره در هوا آها به صحرا گشته مفتونت. میگذاریم به شرط سیومی آزمون رقص یکه در اجرای دانشجو دختری دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند بردی و آزاده. رقص بکن دختری تاجیک سهدار و پردور بکن دختری تاجیک. رقص یکه در اجرای دانشجو دختری کالج طبی شهر پنجکند قربان و صباحت. Usted
رقص یکه در اجرای دانشجو دختری کالج آموزگاری شهری پنجکند مورد و آچگل.
میگذاریم به شرط چهارم آزمون نمایش سر و لباس ملی در اجرای دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند. نمایش سر و لباس ملی در اجرای دانشجویان کالج طبی شهر حالا نمایش سر و لباس ملی در اجرای دانشجو دختران کالج آموزگاری شهر پنجکند تقدیم می‌گردد.
شرط پنجمی آزمون را آرایش گلدختران یا عروسان آرایش پای سر و روی جواهرات گوشوار دستمال المشترین های وطنی تا 7 دقیقه دعوت می‌سازیم نمایندگان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین کالج طبی و کالج آموزگاری را
جهان بس مهربانم زنده باد قطره ای باران ببیند چشم تو مادری بهتر ز جانم زنده باد مادری بهتر ز جانم زنده باد سرود در اجرای آموزگار کالج سیبی قندی حسین. سوال جواب آیدی حالتهای گوناگون زندگی وضع اولیوی. سوال با دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند. در روز عید شوهرتان به شما تحفه ناچیز کرد که پسندتان نیست. سوال چنین است: در روز عید شوهرتان به شما تحفه ناچیز کرد که پسندتان نیست. پاسخهای شما. خوشبختی در مال و پول نیست به فکر من که من آن تحفه را ناچیز هم که باشد قبول میکنم، برای آن که وی را با مهر و محبت و با عرق جبینش به من تحفه خریده است. سوال دوم: خوشدامنتان به شما تیار نمودن خوراکی را سفارش داد که شما از عهده تیار کردنش نمیبرایید. عمل شما در این مورد چگونه است؟ فکر میکنیم پاسخ عمیق را پیدا میکنیم. وقت از آنه که خوشدامنم به من سفارش میدهند و آن را من نمیتوانم، از آن کس رفته اول مصلحت میپرسم که خوراکی که شما به من سفارش داده چگونه تیار کرده می شود. یگان خوشدامن بدی قلینش را نمیخواهد. آن کس به من مصلحت میدهد چگونه همه خوراک را باید من تیار کنم. وقتی که آن کس نباشند در خانه، من میتوانم از یگان کس مصلحت پرسم یا از شبکه‌های اینترنتی آن را گیرم. تشکر میگوییم به
донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷаген. даъват месозем намояндагони коллеҷи тиббии шаҳрро. саволи якум чунин аст: фарзандатон хоҳиши давом додани таҳсилро дорад, вале имконияту шароити хонаводагӣ барои хондани ӯ маҳдуд аст. шумо чӣ гуна рафтору муносибат мекунед? фикр мекунед? пеш аз ҳама ман кӯшиш мекунам ки фарзандам бо баҳои хубу аъло хонад ва агар ман шароит надошта бошам барои хонондани фарзандам, кӯшиш мекунам шароитамро беҳтар намоям ва барои соли оянда боз шароити хубро муҳайё созам. вале гумон мекунам ки барои хондани шахсе ки худ хуб мехонад бо баҳои хубу аъло, аслан пеш як чизи аз ҳама аввал ин ҳамон донишаш, ҳамон хонданаш аст. шароите ки аз тарафи ман таъмин карда мешавад барои дар ин ҳолат барои фарзандам танҳо меҳрубонию таъкид намудан барои хондану боз ҳам хондан. саволи дуввум чунин аст: муаллим оид ба рафтору одоби фарзандонатон шикоят кард, шуморо барои беаҳамиятӣ сарзанишу танқид кард. дар ин ҳолат шумо чӣ кор мекунед? фикр мекунем? андеша мекунем? ҷавоби аниқу дурустро пешниҳод месозем. агар чунин ҳолат дар оилаи мо рух диҳад, сараввал ман ҳамон фарзандамро албатта дар назди ҳамсинфон ё ин ки омӯзгорон не, аввалан мисол аз ҳамон омӯзгор бахшиш мепурсам ва мегӯям ки ҳамин фарзанди ман бори дигар ин корашро такрор намекунад. баъдан фарзандамро ба тарви ҳамин фаҳмондадиҳӣ насиҳат карда ба ӯ мефаҳмонам ки чунки рафтору таълиму тарбияи фарзанди ҳамин насли ояндаи мо аз таълиму тарбияи мо вобастагии калон дорад. аз ҳамин сабаб ман метавонам ки бо суханони хуб ба фарзандам фаҳмонам ки ӯ ин корашро бори дигар такрор накунад, чунки ман ба ҳамон омӯзгораш ваъда додам ки ин кор такрор намегардад дигар. шакр мекунем ба коллеҷи тиббӣ. даъват месозем коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷагенро. дар хона маҳсулоти хӯрока тамом шудаасту шавҳаратон ҳоло маош нагирифтааст. рафтору кирдори шумо дар ин ҳолат чӣ гуна аст? фикр мекунем? андеша мекунем? ҷавоби аниқро посух мегардонем. дар урфият мегӯянд меваи сабр ширин аст. мо бояд бо ӯ дағалона рафтор накунем, оромона фаҳмонем вазъияти оиларо. зиндагӣ пастию баландӣ дорад. мо бояд духтарҳо, бонувон дар ҳама ҳолат дастгирӣ кунем. саволи дуввум чунин аст: шумо пай мебаред ки шавҳаратон дӯстдошта дорад, вале шумо ҳам дӯст медореду оиларо таъмин мекунед. шумо чӣ гуна рафтору муносибат мекунед? фикр мекунед? барои фарзандам шуда ин ҳолатро ман тоқат мекунам ва кӯшиш мекунам ки аз дӯстдоштаи вай беҳтар шавам. ташаккур мекунем ба ҳамаи иштирокчиёни озмуни гулдухтарони моҳир. инҷо шартҳои озмун ба интиҳо расид. инҷо то омода гардидани аъзои ҳакамон даъват месозем ҳунарманди ҷавону хушсадо Аслиддин Ҳакимовро то сурудҳои зебову марғуладори хешро баҳри истироҳати бо фароғати шумо пешниҳод созад.
اعضای هیئت حکمان سروری پایگاهی بوستانشناسی پنجکین سرس نورینسا خدایار و نتیجه های آزمون گلدختر ماهر را جنببست کرد. سپس در یک فضای تنتنوی معاون رئیس شهری پنجکین نقیبی پروینه با غالبان آزمون شهری گلدختر ماهر با افتخار روز مادر سپاسنامه و تحفه های خاطره‌ای تقدیم نمود. سپاسنامه به دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان برای اشتراک فعالانه در آزمون شهری گلدختران ماهر بخشیده به روز مادر از نامیناسیون سوال و جواب با سپاسنامه مذکور سرفراز گردانیده می شود. سپاسنامه به دانشجویان کالج طبی برای اشتراک فعالانه در آزمون شهری گلدختران ماهر بخشیده به روز مادر در نامیناسیون آرایش بانوان یا عروسان. مرحمت. سپاسنامه نوبتی به دانشجویان کالج آموزگاری شهری پنجکین برای اشتراک فعالانه در آزمون شهری گلدختران ماهر بخشیده به روز مادر در نامیناسیون صحنه‌چه تربیوی. سپاسنامه به خجنبردیزاده گلنگار دانشجوی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین در نامیناسیون سرود الله. کفکبی میکنیم، گلدختران را دستگیری میکنیم. سپاسنامه به دانشجویان کالج آموزگاری شهری پنجکین برای اشتراک فعالانه در نامیناسیون نمایش سر و لباس ملی. سپاسنامه برای اشتراک فعالانه
و اجرای بهترین رقص یکه با دانشجوی کالج طبی قربان و صباحه. سپاسنامه نوبتی به دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن برای اشتراک فعالانه در نامیناسیون نمایش هنرهای دستی. خلاصه هیئت حکمان هر سه دیپلمی که به دسته ها معین گردید درجه 1 یعنی هر سه دسته به دیپلم درجه 1 سزاوار گردیدند. دیپلم درجه 1 به دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن. دیپلم درجه 1 به دانشجویان کالج آموزگاری شهر پنجکن. همچنین با دیپلم درجه 1 سزاوار گردیدند دانشجویان کالج طبی شهر. سپاسنامه، دیپلم ها و تحفه ها برای دسته ها مبارک باشد. هر سه دسته غالب آمدند. از نام مأموریت مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ برای دستگیری و سرپرستی آزمون و شرکت رخش تاکسی سپاس میگوییم.